چرا پیسی موها رو سفید میکنه؟ یکی از سوالات خیلی رایجی که همیشه ازم میپرسین اینه چرا توی نواحی از بدنتون که درگیر لکه‌های پیسی شده و پوست سفید به نظر میرسه، موهایی که در میاد هم به صورت سفید هستن. ببینید توی این بیماری سلول‌های زیرپوستی یا اصطلاحاً همون ملانوسیت‌ها که وظیفه تولید رنگدانه رو دارن کاملا تخریب میشن. حالا اگر این لکه‌ها توی نواحی که مو دارن مثل مژده، ابرو، موی سرریش و سیبیل یا حتی موهای بدن به وجود بیاد، چون موها هم رنگدانه هاشون رو از ملانوسیت ها میگیرن، دیگه رنگدانه‌ای تولید نمیشه و به مرور موها هم سفید دیده میشه. اگر بازه زمانی طولانی اون لکه ها اون قسمت بمونه، موها به صورت حالا از ریشه که در میان کاملا سفید در میان و رشد میکنن. اگه درگیر این مشکل شدین اصلا نگران نباشین، زودتر اقدام بکنید برای جلوگیری از پیشرفت بیماری. اختلال رو به صورت ریشه‌ای توی بدنتون کنترل می‌کنید به واسطه یک سری داروها و مکمل‌های خوراکی و نکات مراقبتی که بهتون آموزش داده میشه که از پیشرفتش روی پوست و نواحی که مو دارن جلوگیری بکنید. توی آموزش بعدی یه ترکیبی رو بهتون آموزش میدم که بتونین استفاده بکنین و برای حال سفیدی مو فوق‌العاده بهتون کمک میکنه.